درود فراوان، محمدی هستم، تدوینگر، کارشناس فیلمبرداری و عکاسی. تو این پست با هم بررسی می‌کنیم که ببینم تجهیزات گرون مهم‌تره یا مهارت بالا. اکثرا وقتی با ما تماس میگیرن واسه یه پروژه، اولین سوالشون اینه که مدل دوربینتون چیه، گیمبال دارین، نور دارین و خیلی سوالای دیگه. انگار که مثلا می‌خوایم یه فیلم سینمایی ضبط کنیم و بریم جایزه استاد. واقعیت اینه که تجهیزات فقط بخش کوچیکی از قصه است. مثل دید هنری، زاویه دید، قاب‌بندی، نور، حس، تدوین و خیلی چیزای دیگه. جمع ایناست که باعث میشه یه فیلم از حالت معمولی به فیلم حرفه‌ای تبدیل بشه. وقتی از ما مدل دوربینامون رو میپرسیم، مثلا من میگم کانون 90 نیکون 3000، چون متوجه تفاوت اینا که نیست. پس در نتیجه مهارت طرف رو مد نظرتون قرار بدید. مهارت بالا صرفا در گروه تجهیزات خیلی حرفه‌ای نیست. خیلی از پروژه اصلا نیازی نیست که تجهیزات خیلی حرفه‌ای داشته باشیم و با همین تجهیزات ساده هم میشه کارو درآورد. شما تایید کنید. محمدیاش طلبات. مثلا من خودم تو بعضی از پروژه‌ها دوربینم یکم به مشکل خورده، بعضی از سکانس‌ها رو با دوربین گوشی گرفتم. طرفم اصلا متوجه نشده. شما بهشون زنگ. البته تو خیلی از حرفه‌ها همین موضوع هست. با من همراه باش، بریم چند تا مثال رو با هم بگیم و بشنویم. مثلا حرفه نوازندگی. شما ساز مثل ویولون 5 میلیونی و دست نوازنده مبتدئ بدید. جز صدای آهنال ویولون صدایی نمیشنوید. ولی کافیه ویولون معمولی دست نوازنده حرفه‌ای بدید. یه ملودی قشنگی واسهتون میزنه که خودتونم حال میکنید. یا مثلا حرفه خوانندگی. طرف اگه بلد نباشه بخونه و صداش هم خوب نباشه، شما گرونترین میکروفون دنیا رو هم بهش بدین، بازم نمیتونه یک موزیک خوب واسهتون اجرا کنه. یا مثلا حرفه طراحی و نقاشی. طرف اگه استاد باشه، حرفه‌ای باشه، میتونه یک شاهکار رو با این مداد ساده واسهتون خلق کنه. مثالای زیادی هست که بیشتر از این وقتتون رو نمیگیره. پس تو فیلمبرداری هم همینه. شما فیلم سینمایی قوی رو اگه کیفیت تصویر پایینی هم داشته باشه، حتی ممکنه چندین بار ببینید. چون تنها نقطه ضعفش کیفیت تصویر پایینه. ولی فیلم سینمایی ضعیف رو اگه با قوی ترین دوربین ضبط کرده باشن، حتی ممکنه تا نصفه هم نبینید. چون تنها نقطه قوتش کیفیت تصویر بالاشه و هیچ چیز دیگه‌ای نداره. حالا فکر کن تجهیزات حرفه‌ای در کنار مهارت بالا اینا با هم ترکیب بشن چه شود؟ ممنون که تا اینجا همراهم بودی. کلی نکته یاد گرفتی، نظری داشتی، مخالف، موافق، این پایین بنویس. با افتخار همه رو میخونم، مخالفا رو صداش میکنم. اگه لایکش هم کردی که دمت گرم. با امید دیدار. تموم شد. خیلی تاثیرگذار.